کازوس ها یا حالت های دستوری توی زبان آلمانی: نومیناتیو، آکوزاتیو، داتیو و گنتیو که دونستنشون جزو پایه‌ای ترین و مهمترین مباحث زبان آلمانیه. بریم ببینیم هر کدوم از اینها چه معنی رو میدن. حالت دستوری نومیناتیو یا زوبیکت در جواب به سوال ور چه کسی یا واس چه چیزی مطرح میشه که بعد از اون فعل به صورت سوم شخص مفرد میاد. مثلا wer kann mir helfen، چه کسی میتونه به من کمک بکنه. ich kann dir helfen، من میتونم به تو کمک کنم. ich در حالت نومیناتیو قرار داره. یا در جواب به سوال چه چیزی بعدش فعل به صورت سوم شخص مفرد میاد. was ist dort، اونجا چی قرار داره. dort ist ein Hund، اونجا یه دونه سگ قرار داره. اون سگ در حالت نومیناتیو قرار گرفته. اما حالت دستوری آکوزاتیو و داتیو. بچه‌ها توی حالت آکوزاتیو و داتیو ما باید دو تا مسئله مهم رو بدونیم. اول اینکه در جواب چه سوالی مطرح میشن. دوم اینکه هر کدوم از این حالت‌های آکوزاتیو و داتیو یک سری فعل‌هایی هستن که در کنار اونها ما باید از حالت دستوری آکوزاتیو یا داتیو استفاده کنیم و بعد اون فعل‌ها رو بشناسیم. و سوم، حرف‌های اضافه‌ای که میان، پرپوزیسیون هایی که میان و در کنار اون پرپوزیسیون ها ما باید کلممون رو به صورت آکوزاتیو یا داتیو استفاده بکنیم. ما باید اینها رو بشناسیم. و چهارمین مسئله که داریم اینه که ضمیرهای ما اگر به صورت مستقیم بخوان به صورت آکوزاتیو یا داتیو مطرح بشن چه شکلی میشن و چطوری استفاده میشن. این چهار تا مسئله رو ما باید مد نظر داشته باشیم و شروع کنیم به تمرین کردن آکوزاتیو داتیو. ولی قبل از هر چیز باید ببینیم که معنی آکوزاتیو و داتیو چی هستش. در مورد اون سه مورد بعدی من براتون توی جلسات مجزا توضیح خواهم داد. برگردیم به حالت دستوری آکوزاتیو. در جواب به سوال چه کسی را یا چه چیزی را مطرح میشه when oder was. بعدش هم فعل به صورت سوم شخص مفرد میاد. مثلا was hast du gesehen، چه چیز را دیدی. ich habe meinen Onkel gesehen، من عمویم را دیدم. oder ich habe ihn gesehen، من او را دیدم. ضمیر به صورت آکوزاتیو اومده و اینجا هم ماینن آنکل به صورت آکوزاتیو اومده. was hast du gesehen، چه چیز را دیدی. ich habe einen Hund gesehen، یک سگ را دیدم. einen Hund به صورت آکوزاتیو اینجا اومده. و اما حالت دستوری داتیو. در جواب به سوال ویم به چه کسی بهش حالت متمم یا مفعول غیر مستقیم میگیم. بعدش فعل به صورت سوم شخص مفرد میاد. مثلا wem gehört das Buch، این کتاب متعلق به چه کسیه، متعلق به چه کسی هست. das Buch gehört mir، اون کتاب به من تعلق داره. میا به من، ضمیر به صورت مستقیم به صورت داتیو اومده. ich میا، من به من، کتاب به من تعلق داره. و این میشه حالت دستوری داتیو. پس ما توی این ویدیو حالت دستوری نومیناتیو، حالت دستوری آکوزاتیو یا مفعول مستقیم، حالت دستوری داتیو یا مفعول غیر مستقیم رو یاد گرفتیم و گفتیم برای هر کدوم از این حالتهای آکوزاتیو و داتیو ما یک سری فعل داریم که ما رو وادار میکنن از آکوزاتیو یا داتیو استفاده کنیم که بعد بشناسیمشون.
یک سری پرپوزیسیون یا حرف اضافه داریم که بعد اونها رو بشناسیم، ما رو مجبور میکنن از آکوزاتیو یا داتیو استفاده بکنیم. و یکی همین که ضمایرمون رو به صورت مستقیم بتونیم به صورت آکوزاتیو یا داتیو بیاریم که توی ویدیوهای مجزا براتون توضیح خواهم داد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایکش بکنید، میتونید برای من کامنت بذارید، کانال رو میتونید سابسکرایب بکنید. زنگوله کنار سابسکرایب رو اگر بزنید به محض اینکه ویدیوهای بعدی از کانال من منتشر بشه یوتیوب به شما اطلاع خواهد داد. ویدیوهای مرتبط و مفید در مورد گرامر رو براتون توی دیسکریپشن میذارم. آدرس کانال اینستاگرام خودم رو هم براتون میذارم که اگر دوست داشتید دنبالش بکنید. روزگارتون نیک باشه دوستان عزیزم. تا ویدیوی بعدیمون مراقب خودتون باشید.